بریم سراغ اصول میل پرپ. چه ماده غذایی رو میشه فریز بکنیم، چطور اون رو چه مدت این سه مورد رو اصلا نباید فریز بکنیم. طورهایی هست که شما باید توی میل پرپ حواستون بهش باشه و در واقع کلیتش روی همین قضیه میچرخه. کیفیت بالا، ایمنی بالا. سلام. من یه چای بخورم که دیگه فکر کنم خیلی تایم زیادی نباشه. بریم سراغ اصول میل پرپ. چیزی که من بیشتر از هر چیزی در مورد سوال میگیرم و یا حتی نظرهای منفی میگیرم و باورهای غلطی وجود داره. اصل میل پرپ این بود که خب ما یه غذای بهتری رو در طی هفته داشته باشیم. غذای بهتر برابر با کیفیت بالا و ایمنی بالا. حتی این ایمنی مهم‌تره. پس من اول میرم سراغ ایمنی. برای اینکه شما یه غذای سیف و ایمن رو میل پرپ بکنید که حالا به طب میتونه فریز کردن باشه یا داخل یخچال نگه داشتن باشه، یک سری اصولی وجود داره که میتونید از همکاران صنایع غذایی مثل خانم دکتر قنبرنیا کمک بگیرید که حالا من پیجشون رو بارها توی پیج گذاشتم که اطلاعات خیلی مفیدی میذارم، به خود من خیلی کمک کردن. یه سری اطلاعات رو حالا من خلاصه کردم بر اساس رفرنس هایی که وجود داره، گایدلاین هایی که وجود داره که با هم مرورشون میکنیم. یکی از بهترین رفرنس ها که من همیشه تاکید کردم USDA، FDA و WHO و برای حفظ اصول ایمنی غذایی ما 6 تا استپ داریم. استپ اول شستن دست خودتون و سطحی که قرار روش میل پرپ انجام بدید، مثل تختتون، مثل چاقوتون و هر چیزی، به مدت حداقل 20 ثانیه با صابونه. این نکته خیلی مهمه و باید حتما انجام بدید. چیزیه که توی تحقیقاتی که انجام شده تقریبا اکثرا ازش غافل بودن. مورد دوم، کاهش انتقال آلودگی از طریق تماسه. یعنی یکی از اصولی که متاسفانه رعایت نمیشه، یعنی جدا کردن تخته و چاقوی گوشت خام از سبزی خامه. در حقیقت شما وقتی که دارید میل پرپ انجام میدید حواستون باید باشه که گوشتی رو که دارین روی تخته‌ای که برش میزنین، اون تخته و اون چاقو رو برای برش زدن سبزیجاتی که دارین میل پرپ می‌کنید در طی هفته استفاده نکنید. چون داخل گوشت ما یک سری انگل و آلودگی های وجود داره که توسط سطوح به راحتی منتقل میشن به مواد غذایی دیگه که اگر اون مواد غذایی خام مصرف بشه به راحتی اون انگل و اون آلودگی به شما منتقل میشه. اگر این مواد غذایی پخته بشن از بین، پس ما اگر گوشتمون رو بپزیم این آلودگی ها از بین میره ولی روی اون سبزی که خام هست باقی میمونه. پس حواستون به این مسئله باشه. سوم، چه قبل از فریز کردن چه بعد از فریز کردن، یکی از اصول حفظ ایمنی غذا پخت مناسبه. دمای پخت حداقل باید 71 درجه باشه که ما معمولا توی پخت هامون از این شیوه استفاده میکنیم، مگر اینکه شما بخواید استیک رو به صورت نیم پخت سروش بکنید یا حتی مرغ رو حالا سریعا بخواید بپزید و توجه نکنید که داخلش خامه و اینا، که این اصولی که رفت به میل پرپ نداره و به صورت کلی شما باید حواستون همیشه باشه. مورد چهارم که یکی از مهمترین فاکتورهایی هست که شما باید توی میل پرپ حواستون بهش باشه و در واقع کلیتش روی همین قضیه میچرخه، نگهداری در دمای ایمن. دمای ایمن میشه بالای 60 درجه. به دمای 4 الی 60 درجه میگیم محدوده خطر. محدوده ای که به سرعت رشد باکتری ها و موارد آلوده کننده گوشت ها و مواد غذایی افزایش پیدا میکنه و باعث آلودگی مواد غذایی میشه. پس یا باید در دمای پایین‌تر نگه دارید، یعنی داخل یخچال یا فریزر، یا در دمای بالاتر، یعنی روی گاز در حال پخت، همون دمای 71 درجه. و یه نکته مهم همین قسمت بگم، بیشتر از 2 ساعت نباید مواد غذایی شما که پخته شده یا حتی خام هستن در دمای محیط قرار بگیره، به خاطر همین بازه خطری که گفتم وجود داره. حتما به محضی که مواد غذاییتون یه مقدار خنک شد به یخچال یا فریزر منتقلش بکنید. مورد پنجم رعایت اصول فریز کردن و مورد ششم رعایت اصول یخزده کردنه که من در مورد اینا مفصل توضیح میدم. در مورد اصول فریز کردن هم ما مجدد 5 قسمت داریم. قسمت اول مهمترین سواله، اینکه چه غذایی رو، چه ماده غذایی رو کلا میتونم فریز بکنم. اگر شما سایت USDA رو باز بکنید و همونطور که قبلا آموزش داده بودم قسمت فریزینگ رو نگاه بکنید، اولین سوال همینه که چه ماده غذایی رو میتونم فریز بکنم و جوابش به شما اینه که تقریبا همه چیز رو شما میتونید فریز بکنید به جز مایونز و تخم مرغی که پوسته داره. میگه غیر از این هر چیز رو شما میتونید فریز بکنید، فقط کیفیتش تعیین میکنه که شما اون فریز کردن براتون خوب باشه یا بد باشه. مثلا میگم سبزیجات آبداری مثل کاهو رو شما اگر فریز بکنید یا پیاز خام رو اگر فریز بکنید، کیفیت بعد از فریز کردنشون، یعنی زمانی که شما دیفریز میکنید
یخزدایی میکنید مشابه اولی قطعا نخواهد بود. چرا؟ چون کریستال های یخی که داخل اینها تشکیل میشه بسیار بزرگه و زمانی که یخزدایی میکنید این کریستال ها شکسته و کوچیک میشه و بافت پلاسیده و جالبی رو به شما تحویل نمیده. پس خودتون انتخاب میکنید که فریز نکنید. ولی اون دو مورد اول اصلا و یه مورد سوم جا انداختم، کنسرو ها، این سه مورد رو اصلا نباید فریز بکنید. مورد بعدی اینه که دمای مناسب فریزر رو رعایت بکنید. دمای ایدئال فریزر زیر 0 درجه فارنهایت یا منفی 18 درجه سلسیوسه. پس همین امروز اگر میخواید میل پرپ بکنید اول دمای یخچالتون فریزرتون رو چک بکنید. یکی از مهمترین فاکتورهاست برای حفظ کیفیت مواد غذایی شما. مورد سومی که توی فریز کردن باید رعایت بکنید سرعت فریز کردنه. یکی از چیزایی که خیلی اثر میذاره روی اینکه کیفیت ماده غذایی شما قبل و بعد فریز کردن تغییرش بسیار کاهش پیدا بکنه، کاهش سرعت فریز شدنه. یعنی اجازه بدین در صورت امکان هر چه سریعتر ماده غذایی شما فریز بشه. حالا با چه کارایی ما میتونیم انجام بدیم؟ باید به اون ماده غذایی اجازه بدید هر چه سریعتر کریستالای یخ داخلش تشکیل بشه و اون ماده فریز بشه. یک، در فریزرتون رو دائما باز و بسته نکنید. تغییرات دمایی براش ایجاد نکنید. اگر طبقه‌ای دارید که سرعت فریز کردنش بالاتره، دماش پایین‌تره، اول مواد غذاییتون رو تو اون طبقه بذارید و بعد از اینکه فریز شد منتقلش بکنید به طبقات پایین‌تر. 3. تماسش با اکسیژن رو به حد اقل برسونید. تماس با اکسیژن میتونه حالا به علل مختلفی وجود داشته باشه. یکی اینکه همون در رو باز و بسته کردن. یکی دیگه هم این که اون ظرفی که استفاده میکنید ترجیحاً عایق هوا باشه. حالا یه سری ظروفی وجود داره که برندهای مختلفی من اینجا میبینم تولید میشه که اصلا میتونه وکیوم بکنه و اون اکسیژن رو خارج بکنه که حالا سرش بحثه که این میتونه ایدئال باشه یا نباشه. ولی حداقل سعی بکنید بسته‌بندی هایی که انجام میدید تا حد امکان هوا رو ازش خارج بکنید و بسته‌بندی های استفاده بکنید که هوا واردشون نشه. چون اکسیژن با وارد شدنش میتونه تسریع بکنه روند اکسیداسیون رو و همین میتونه کیفیت ماده غذایی شما رو بعد از دیفریز کردن کاهش بده. یکی از موارد دیگه که به سرعت فریز کردن شما کمک میکنه اینه که به طور تبع قطر اون غذایی که شما دارید فریز میکنید کم باشه. مثلا میگم اگر دارید بسته گوشتی رو فریز میکنید سعی کنید که قطر خیلی کمی داشته باشه، پخش‌تر باشه تا سریعتر فریز بشه. و نکته دیگه روی همدیگه نذارید. تا حد امکان مواد غذایی رو در ابتدای فریز شدن با فاصله از همدیگه قرار بدید، روی همدیگه نذارید تا بتونه هر چه سریعتر این اتفاق براش بیفته. و یه مورد آخر، چربی میتونه سرعت فریز شدن رو کاهش بده. این همون مسئله‌ایه که خیلی ها میان میگن که اما غذای چرب رو نباید فریز بکنید و. چربی میتونه سرعت فریز شدن رو کاهش بده، ضمن اینکه حالا میتونه خودش دستخوش یک سری تغییراتی بشه که این تغییرات آسیب زننده نیستن، صرفا خواص اون چربی رو میتونه کاهش بده. به عنوان مثال میگم شما وقتی که ماهی رو فریز میکنید سمبین نمیشه، اما خواص امگا 3 کاهش و کاهش و کاهش پیدا میکنه. برای همین توصیه نمیشه خیلی فریزش بکنید. ترجیحاً مثلا میگم ماهی رو تا حد امکان تازه استفاده کنید. هرچند خیلی وقتا شرایط زندگی ما این اجازه رو بهمون نمیده. پس اگر میخواید مقدار افت کیفیت ماده غذاییتون رو کمتر بکنید میتونید اصلا سرخش نکنید. مواد غذایی رو آبپز، بلانچ یا هر روش دیگه میخواین استفاده بکنید یا حتی مثلا در حد همون مرینیت کردن و اینها باشه. مواد غذایی رو نپزید. اینها مواردی هستن که شما برای خودتون تصمیم میگیرید. مورد بعدی، مورد سوم، ظرف مناسبه که این ظرف مناسب اهمیتش از دو جهته. یکی این که ظرف شما باید مناسب فریزر و مواد غذایی باشه که شما برای اینکه بخواید این موضوع رو متوجه بشین باید حتما روی بسته‌بندی پلاستیکی که دارین، زیپ کیپی که میگیرین استفاده میکنید، پلاستیک فریزری که میگیرین اسمش روشه پلاستیک فریزر میگیرین نگاه بکنید و حتی یه سری توصیه ها میشه که پلاستیکتون BPA فری باشه، یعنی ماده BPA درونش وجود نداشته باشه که حالا این رو میتونید از کسی که دارین ازش خرید میکنید بپرسید یا خودتون روی بسته‌بندی رو نگاه بکنید. و ظروفی که برای فریزر استفاده میکنید هم قابلیت تحمل تغییرات دمایی رو داشته باشه که معمولا کف ظروف رو اگر نگاه بکنید یه علامت فریزر نوشته، یعنی این برای فریزر اوکیه. در کنار این موارد همون قضیه عایق هوا بودن هم خب خیلی به حفظ کیفیت مواد غذایی شما کمک میکنه. مورد آخر در مورد اصول فریز کردن مدت زمان نگهداریه. پس ما تا الان فهمیدیم چه ماده غذایی رو میشه فریز بکنیم، چطور اون رو فریز بکنیم که ایمن باقی بمونه و مورد بعدی این که چه مدت من فریز بکنم تا بتونم ماده غذایی خوبی رو تحویل بگیرم. در حقیقت مدت زمان فریز کردن شما آسیبی از لحاظ سلامتی به
اون ماده غذایی نمیزنه و اون ماده غذایی رو سمی یا سرطانزا نمیکنه. تنها اتفاقی که براش میفته با گذر زمان، با توجه به اینکه فریزر سرعت آنزیم ها رو کم کرده، از بین نبرده، بعد از یه مدت حتی همون حجم کم هم میتونه به یک عدد زیادی تبدیل بشه که فعالیت این آنزیم ها میتونه باعث افت کیفیت غذایی بشه. پس هرچی شما دیرتر از فریزر در بیارید، افت کیفیت ماده غذایی شما هم بیشتر شده و خب ماده غذایی جالبتری نخواهید داشت. توصیه‌ام اینه که میل پرپتون رو به صورت هفتگی اگر انجام میدید، مواد غذاییتون رو نهایتا هم یک هفته فریز بکنید. اگه همیشه مسئله هست اینه که چرا اینقدر فریزر رو وحشتناک جلوه میدین؟ فریزر یک وسیله‌ایه که اختراع شده تا مواد غذایی شما رو در بهترین کیفیت برای مدت زمان بیشتری در شرایطی که نمیتونید اون رو در حالت عادی نگه دارید کمک بکنه و نگه داره. قرار نیست چیزی رو سمی بکنه، قرار نیست چیزی رو سرطانزا بکنه و همه اینا رو حالا در ادامه توضیح میدم چرا این شبهه ها به وجود اومده. برای مدت زمانی که بتونید شما فریز بکنید، همین سایت USDA اومده یه جدولی ارائه داده که من توی پیج هم گذاشتم که به شما میگه که هر ماده غذایی رو چه مدت میتونید فریز نگه دارید و پشت سرش تاکید میکنه که این بازه زمانی که من به شما دارم میگم بازه زمانی برای ماکسیموم کیفیته. این خیلی مهمه. یعنی شما بعد از این هم میتونید ماده غذاییتون رو فریز نگه دارید. اتفاق وحشتناک لحاظ سیفتی یا ایمنی برای ماده غذایی نمیفته، فقط کیفیتش افت میکنه و خب میتونه برای شما جالب نباشه. پس این بازه زمانی رو اگر نگه داشتید، خیالتون از لحاظ کیفیت ماده غذایی در حد ایدئال، نه در حد متوسط، میتونه راحت باشه. و مورد آخری که در مورد میل پرپ ما خیلی روش مانور میدیم و شاید بگم خیلی 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 برای ایمنی ماده غذایی شما مهمه، اصول یخزدایی. در مورد اصول یخزدایی متاسفانه باورهای اشتباهی وجود داره که شما ممکنه خیلی از خونه‌ها دیده باشین که گوشت رو در میارن روی کانتر میذارن که یخزدایی بشه، داخل آب جوش میندازن یخزدایی بشه و همه اینا، که اینها احتمال آلودگی اون ماده غذایی شما که تا این مرحله اگر تمام این اصول رو رعایت کرده باشید و حفظ کرده باشید، متاسفانه همش رو نابود میکنه. 3 روش ایمن وجود داره برای یخزدایی. ما تا الان تمام اصول رو رعایت کردیم و حالا 1. از شب قبل فکر بکنید و داخل یخچال بذارید باز بشه. حالا میتونه از شب قبل باشه، میتونه از 1.5 روز قبل باشه. ایمن ترین شیوه جهت یخزدایی در یخچاله که خب شما که میل پرپ انجام میدید قطعا میتونید به این فکر کنید که فردا قراره چه چیزی رو بخورید، پس این روش رو میتونید به راحتی استفاده بکنید، کاری که من همیشه میکنم. و یه نکته جالب وجود داره، این که شما اجازه ندارید چیزی که یخزدایی شده، مثلا گوشت، مجدد فریز بکنید. در مورد خامش منظورمه. اما در مورد یخزدایی داخل یخچال استثنا وجود داره. یعنی شما اگر چیزی رو داخل یخچال یخزدایی کردید، میتونید مجدد به فریزر برگردونید، به شرطی که در تماس با محیط قرار نگرفته باشه. روش دوم سریع ترین روشه، استفاده از مایکروویو. اما به خاطر اینکه زمانی که شما داخل مایکروویو یخزدایی میکنید، احتمال یه بخشایش ممکنه پخته و بخشایش ناپخته باشه، دیگه اجازه فریز کردن مجدد نداریم و توصیه میشه در اولین فرصت ممکن تمام گوشت پخته بشه. و روش سوم استفاده از آب یخ هست، برخلاف تصور که معمولا از آب داغ استفاده میکنن. این 3 روش رو در مورد یخزدایی حتما حواستون باشه، سعی کنید این اصول رو رعایت بکنید. و مورد بعدی این که میتونید ماده‌ای که داخل یخچال فریز کردین مستقیما وارد پخت بکنید، میتونید مستقیما داخل تابه بندازین، ایرادی نداره، کاری که من خیلی وقتا ممکنه انجام بدم. اگر تمام این اصولی که تا الان گفتم رو رعایت بکنید، از لحاظ سیفتی غذا خیالتون راحته، کیفیتش رو هم تا حد امکان حفظ کردید که حالا من مجددا در مورد حفظ کیفیت مواد غذایی هم توضیح کامل تری خواهم داد.